کجای قرآن اومده حجاب؟ کجای قرآن؟ به صراحت. کجای قرآن گفته مو گردن؟ به صراحت. حالا اگه تو میخوای خودتو به ندیدن بزنی یه بحث دیگه است. آیه صریح قرآن سوره نور آیه 31 میگه به خانم ها بگو خمر رو بندازن روی جیوب. خمر رو بندازن روی جیوب. حالا یعنی چی؟ زبان عربی کاملترین زبان جهان. ما توی عربی بیشتر 30 واژه داریم درباره روسری. هر کدومش یه مدل. روسری کوچیک باشه، پهن باشه، دراز باشه، شال باشه. تو عربی هر کدوم یه اسم داره. خمر در زبان عرب یعنی پارچه‌ای که برین فرهنگ لغات عرب رو همین امروز نگاه کنید. برین لسان العرب رو نگاه کنید. برین المنجد رو نگاه بکنید. مثل ده خدای ماست. خمر یعنی پارچه‌ای که آنقدر بزرگه که چیزی رو آنقدر میپوشاند که هیچ چیز از اون چیز دیده نمیشه. بعد توی فرهنگ لغت عرب مثال میزنه، میگه مثل این که جواهری رو بذاری توی پارچه بزرگ و چند لایه این پارچه رو روی اوتا بکنی که دیگه به هیچ وجه نشه این جواهر رو دید. عرب به این میگه خمر. پس از خودت نمیتونی ترجمه کنی. نه خدا گفته یه تیکه پارچه، نه خیر، خدا گفته خمر. خمر یعنی روسری که تمام موهاتو بپوشونه. و اما خدا میدونه خانم‌ها فردا سوء استفاده میکنن. خیلی خب تو گفتی خمر، ما موها رو میپوشونیم این دور رو میبندیم دیگه گردن و سینه راحت. نه خیر، خدا گفته به خانم‌ها بگو خمر رو بندازین روی جیوب. جیوب یعنی گردن و سینه. پس دیگه هیچ راه زیرابی رفتنی نداره. آیه صریح قرآنه. یه پارچه بزرگ باید باشه که یه نخ مود معلوم نباشه و این پارچه گندهه گردن و سینه هم بپوشونه. نگو تو قرآن نیست.